بیبی نگار خودش را رانده شده می نامد. این زنی 66 ساله 10 فرزند تولد کرده است و با شوهرش زندگی سختی داشتند. اصلا ساکن دهه قواق ناحیه شمس‌الدین شاهین واقع در مرز افغانستان است. ساکنان دهه برای اعمال فرزندانش که گویا دهه را بدنام کردند او را از قواق راندند. در مرا کارم نمیتن، چهار بزرم چیش میکنم، راش نمیتن، درونی همه گرا دوره نچرانم خودم. اینا نم خیلی قروز گذراندم. رفتم این جماعت که خیلی نم خیلی گپای نم خیلی کاره میگه که تو را چی با پوت فلانیو درست کردن چی؟ بعد همون مرده کنه چیم کرده اگه پاک زتره ای رازیل که نه اوست میره ایست نمیره. همین همون نوروز 4 فرزندش با گناه قاچاق مواد مخدر از افغانستان زندانی شدند. یکی از بیماری شش در زندان فوتیده است و قول بیبی نگار مردم قواق او را هم گناهکار می‌دانند چون مادرشان است. همین خیلی کم بغلی دیدن که مردم ماشین گرفته‌اند و این 3 بچه دیگه اونم ما کار میکنیم مقصد همین دوام میکنیم کارمون یک کوی دیگه ما چی میکنیم میبریم من خیلی فکر کنم آدمای همین به پشت به قنات کم بغل هیچ چیز میتر هیچ کار رفتار فرزندان و در بدری شوهرش غایب نظر و سکته قلب کرد و کشت. خاله نگار حالا در خانه دامادش در دهه قاضی زندگی میکند. پسرش محمد علی پس از 4 سال و تویچیب و سیدمی را بعد 2.5 سال آزاد میکنند. او اعمال فرزندانش را محکوم میکند اما نمیفهمد چرا مردم دهه از او و شوهرش ناراحت شدند. یعنی از چیزی به سوادی و گمراهی و مقصد همه خیلی به چی خیلی آدم به سواد چی رو میدونه هیچ را. بیبی نگار چند بار از دخترش خواست که او را به خانه پیران سالان برد چون نمیخواهد خانواده پدری از زندگی او نیز سرایت کند. قواق دومو چند میدونی دومو چند کمی برداره تره اینا خدا یک روز میسی 2 روز میسی 10 روز میسی. میگوید به خانه پسرش به شهر هم رفت ولی بعد دیدن زندگی مشقت بار آنها برگشت. 4 سال بعد از زندانی شدن فرزندانش بختیار پسر دیگرش وقتی شکار هلاک شد. در همه حادثه‌هایی که به سر این زن آمده است او امر قضا و قدر را می‌بیند. از مقامات نیز دامنگیر است تا پیش راهی افغان‌هایی را که به قشلاق آمد و رفت می‌کردند نگرفتند. خیلی سرها که سخت می‌گذارن مقصد دو قشلاق درون قشلاق چی می‌دوخته نه یا صبر امیر سخت می‌گذارن همون سرادوانه و مقصد همون چیو به جون ما قجاب نمی‌کردن. این زن گرفتار بیماری دل را فقط پسر مهاجرش شیرافغان کمک مالی می‌کند. او فقط انتظار آن است که روز با فرزندانش به خانه خودش و دهه قواق برمیگردد و مردم هم بعد از ادای جزای فرزندان به او نظرشان را تغییر می‌دهند. خانم باید داشت کنم من گشتگیان و چیکاریان همینطور نرفتم اخدا بچگی 4-5 سال نشد رفتم. در ما بدی خوش کی من تغییری تو قشلاق کی من خطات نویسم همه عمر قشلاق کی من خطات نویسم همه عمر استادی ختم معلمی یکی تو بود یکی تو بود. آه وطنم جان وطنم جان وطنم آه وطنم جان وطنم جان وطنم. خروزی دوباره دیدنی موایم بکشودنی قلفی خانگی تنهایم روزی که به دست مالکم تازه کنم روزی که به دست مالکم تازه کنم چون عینکی چشم شیشه‌ای درهایم. آه وطنم جان وطنم جان وطنم آه وطنم جان وطنم جان
وطنم